به نام خدا سلام عرض میکنم به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه، قبلاق باشید، سر حال باشید، با دل خوش و تن سالم این فیلم رو تماشا بکنید که دومین فیلم از دوره آموزش جنگو است. آقا خانوم دنبال این نباش که جنگو چی است و کی است، فرصت بده، اجازه بده چند تا جلسه بگذره، یواش یواش دستت میاد و امیدوارم که از این دوره لذت ببرید. بچه سعی کردم که این دوره کاملا کاربردی باشه و خیلی کامل و جامع کف بازاری، یعنی شما بعد از اینکه ویدیوهای این دوره رو تماشا کردید بتونید یه سایت کوچولو موچولو برای خودتون، یه فروشگاه کوچولو موچولو که الان نه، یه سایتی که حالا وبلاگی باشه، توش بتونید پست بذارید، سرچ داشته باشه، کامنت داشته باشه و چند تا کار جالب دیگر رو بتونید انجام بدید و دیپلوی بکنید، یعنی واقعا روی هاست واقعی اون سایتتون رو قرار بدید. فرانتش هم اونقدی بهتون میگم که قابل قبول باشد. و اما بچه ها این دوره رو سعی کردیم تو تیم جنگولندمون تا جایی ممکن رایگان منتشر بکنیم، حمایت بکنید انشالله که موفق بشیم این کار رو تا آخر انجام بدیم. خب آقا خانم، تو فیلم قبلی من اومدم محیط مجازیم رو ساختم. محیط مجازی نشون به اون نشون که اینجا تو ابتدای این خط پرانتز باز و بسته نام محیط مجازی من که ون هست نوشته شده. جنگورم اومدم نصب کردم. قبل از اینکه مرحله بعد رو بگم، هم ساختن محیط مجازی راههای دیگه ای داره و هم نصب کردن جنگور راههای دیگه ای داره که به صورت ویدیوهای تک قسمتی آموزش ساخت محیط مجازی به روش‌های مختلف و نصب جنگور به روش‌های مختلف رو توی سایت بانیلن و جنگولند انشالله منتشر میکنیم. خیلی خب، مرحله بعد من میخوام پروژم رو شروع بکنم به ساختن. نرسیدیم تو فیلم قبلی چون خیلی ویدیو طولانی شد. تو این ویدیو میخوام پروژم رو بسازم. پروژه چیه میبینی؟ فقط یه نگاهی به فولدرمون بندازیم. PRJ داخلش فقط پوشه ونبه. خب چجوری باید بسازم؟ جنگو میاد به میگه که اگه میخوای پروژه بسازی این دستوری که من میگم رو باید تایپ بکنی. پس بچه فریمورک یه چارچوبیه که اون به من میگه که چی بزنم که چه اتفاقی بیفته. میام اینجا میگم جنگو داش ادمین و اینتر رو میزنم. بچه این دوتا کلمه جنگو ادمین یه سری دستورات رو برای من میاره که من تو طول دوره با اینا خیلی کار دارم. مثلا ارزم به حضورتون که اینجا ماگریت رو دیدم، میک ماگریشن رو دیدم، ران سرور رو دیدم، شل رو دیدم و غیره، استارت اپ رو دیدم، استارت پراجکت رو دیدم. پس این دستور جنگو داش ادمین اینجا میاد میگه که این ساب کامند ها در دسترس ما هست. کاری بهش ندارم. آقا خانم میخوام پروژه درست بکنم. فریمورک جنگو اومده گفته که این دستوری که من میگم رو بزن. چیه اون دستور؟ میگه که بنویس جنگو داش ادمین استارت پراجکت. بچه به صورت سر هم هست و بعد نکته اینجاست، جنگو ادمین استارت پراجکت رو که من بزنم میتونم پروژه خودم رو بسازم به شرط اینکه یک نام براش در نظر بگیرم. مثلا من اسمشو میخوام بذارم استارت، شروع دیگه. بچه اینتر رو میزنم. دقت بکنید اینجا کنار پوشه ون من توی پوشه PRJ یه دونه فولدر به نام استارت ساخته شد. خب آقا اگه قرار بود یه دونه فولدر بسازه که من میتونستم بیام اینجا کلیک سمت راست بکنم، نیو رو بزنم، یه فولدر خودم درست بکنم، خیلی هم خوشگل‌تر، مثلا روت بذارم، خب استارت بذارم یا هر چیز دیگه. خیر بچه ها اینطوری نیست. این پوشه ظاهر شبیه پوشه های ویندوزی هست، اما اگه داخلش برم یه دونه پوشه دیگه و یه فایل manage.py هست. داخل ایشون هم خبراییه. میبینید یه تعداد فایله که همین فایل ها هستش که پروژه من با کمک اینا ران میشه و توسعه داده میشه. پس این تا اینجای کار. فقط یه اتفاق بدی افتاد. من وقتی استارت رو ساختم داخلش دوباره یه استارت دیگه هم درست شد. اجازه بدید اینا رو پاک بکنم. میام و دیلیت رو میزنم. بی تربیت برو. ایشون رفت. برمیگردن داخل این محیط کامند پرامپت. بچه این کلیدهای ارو، یعنی اونایی که فلشی هست، به سمت بالا رو اگه یه بار بزنم آخرین دستور رو برای من میاره. بازم بزنم دستورات قبلی رو میاره. خیلی خب من اینجا استارت رو نوشتم. حالا اگر یه فاصله بدم، یه نکته بدم، یه اتفاق جالب میفته. نگاه کنید. اینتر رو میزنم. این بار اینجا اومد پوشه استارت رو ساخت. دیگه داخلش یه استارت دیگه نساخت. مستقیم اومد پوشه استارت و فایل manage.py رو برای من ساخت. اینکه ایشون چیه، اوشون چی کار میکنه رو عجله نکن، بهت کامل میگم. خب
پس این تا اینجای کار. اگه من بیام اینجا بعد از نام پروژه خودم با فاصله یه نقطه بذارم، یکم کار من رو راحت‌تر و اینجا رو خلوت‌تر میکنه. لازم نیست که یه پوشه اضافه برای من بسازه. این دوتا رو پاک میکنم. خیلی خوب، برمیگردم اینجا، دوباره میام این کلید ارویی که به سمت بالا هست رو میزنم. 99% نه 90% به بالا وقتی جنگ و کارا میخوام پروژهشون رو بسازن، اسم پروژهشون رو میذارن کانفیگ فاصله نقطه، بعضیا میذارن روت نقطه، هر اسمی دوست داری بذار، ولی سعی بکن اون چیزی که تو بازار کار متداول هست رو رعایت بکنی. آقا خانم اسم دیگه گذاشته کانفیگ، دنبال چرایی و ترجمهش و اینا نباش. خب در واقع کانفیگ یعنی پیکره بندی. من اینتر رو میزنم، همینطور که دارید میبینید یه دونه فولدر به نام کانفیگ و یه دونه فایل manage.py برای من ساخت. تا اینجای کار من موفق شدم که پروژه جنگو خودم رو بسازم، ولی خب به دردم نمیخوره. آخه من که نمیدونم جنگو چی هست. گفتم عجله نکن، یکم جلوتر بهت میگم. آقا خانوم از الان به بعد ایشون رو میبینی تمام کارهای ما و زحمتهای ما توی این فریمورک به عهده این فایله، پس با احترام باش برخورد بکن. نری داخلش بعد انگولکش بکنی. حالا میریم ما محتویاتش رو میبینیم ولی خیلی باهاش کار نداشته باش، فقط ازش استفاده بکن. و این کانفیگ که عنوان پروژه ما هست، بعداً توی دیپلوی خیلی باهاش کار داریم، پیکره بندی پروژه من هست. میرم داخلش یه فایل اینیت داره، یه فایل ASGI داره، settings.py داره، URLs داره، WSGI داره. هر کدوم از اینا داستانی داره که انشالله به مرور باهاش آشنا میشید. خیلی خب، من پروژه درست کردم. بریم پروژمون رو ببینیم. بیام اینجا داخل محیط کامند پرامپت. بچه‌ها دستوری داریم برای اینکه این پروژمون رو میتونیم ببینیم. آقا هیچ کدی نزدیم، ما 4 تا کلمه نوشتیم، یه پروژه ساخته شد، چند تا فایل توش بود، ولی در واقع پروژه من ایجاد شده. فقط من باید شروع بکنم به توسعه دادن و پیکره بندیش. خیلی خب، چجوری پروژم رو باید اجرا بکنم و من ببینم؟ خود فریمورک اومده گفته باید بنویسی پایتون. تو ویندوز پی وای می‌نویسم، تو غیر ویندوز پایتون بنویسید. فایل manage.py رو صدا میکنم. از الان به بعد این فایلی که دستورات من رو اجرا میکنه و دستوری داریم به نام run server. بچه اینجا میاد میگه توی این آدرس من براتون پروژهتون رو ران کردم. یعنی اگر شما الان مرورگر خودتون رو باز بکنید، بذارید من این رو اینجا به ذهنتون بسپارید، بیام اینجا مرورگر رو باز بکنم، یه تب جدید ایجاد بکنم، 127.0.0.1.2.8000 رو بزنم یا همون لوکال هاست. الان شما دارید پروژه جنگویی که ساختید رو میبینید. بچه شما اصلا کدی ننوشتید، 3-4 تا کلمه نوشتید، ولی جنگو اومده براتون خیلی کارا پشت صحنه انجام داده. خیلی خوب، تا همینجا کار تمومه. فقط پروژمون رو ساختیم. جلسه بعد تو فیلم بعدی میریم و کارهای اصلیمون رو شروع میکنیم.